این فیلم تهران را در سال 1306 شمسی نشان می‌دهد. فردریک گادامر، فیلمبردار فرانسوی، این تصاویر را ثبت کرده است. در این زمان تنها 2 سال از انقراض سلسله قاجار می‌گذرد. اینجا سبز میدان است، ورودی بازار ارسیدوزها. در این فیلم تهران هنوز ساختار قدیمی خود را حفظ کرده است. حدس میزنید اینجا کدام خیابان تهران باشد؟